سلام دوستان، خوش اومدید به کانال VPN Labs. من علی هستم و اومدیم برای اولین ویدیوی آموزشی پنل مرزنشین قراره با هم بتره کنیم. نظر شخصی من اینه که این پنل واقعا از همه نظر بی‌نظیره و من خودم به شخصه این پنل رو خیلی دوست دارم و کلی قابلیت خفن داره. بریم این پنل رو کامل با هم یاد بگیریم. فقط قبل اینکه آموزش رو شروع کنیم حتما این ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیوهای آموزشی بعدی که میخوام براتون بذارم مطلع بشید. بریم که بهتره کنیم. دوستان این پنل مرزنشین این صفحه گیت هابشون هستش که اینجا شما میتونید این پایین توضیحات مربوط به پنل مرزنشین رو کامل ببینید. یه اوورویو داده راجبش، یه سری فیچرها، توضیحات و ویژگی ها رو راجبش داده که شما میتونید کامل بشین بخونید مرزنود چی و اینا. اگرم نخونید اصلا اشکالی نداره، من تو ویدیوهای بعدی همه رو آموزش میدم، اصلا نگران نباشید. اینجا هم یه سری از دوستان دیولپر ما هستن که پنل رو دارن پیش میبرن و کلی هم آپدیت میدن. لازم به ذکره که به تازگی هم آپدیت داده بودن، حتی که اینجا هم میتونید ببینید دیروز آپدیت صرف 6.5 به تازگی آپلود شده. حتما دوستان مرزنشین ستاره بدین مثل من که هم یه دلگرمی واسه دیولپرها بشه، همین که پروژه پیشرفت کنه، چون واقعا ارزش اینو داره. اینجا شما میتونید دیسکریپشن نصب پنل مرزنشین رو ببینید که اولیش برای نصب پنل مرزنشین هستش و دومی برای نصب ادمین هستش. فقط یه توضیح هم من بهتون اضافه تر بدم. پایین ما 3 تا دیتابیس داریم برای پنل، خب MySQL، SQLite و MariaDB. خب که من حتما بعدا یه ویدیو میسازم و کامل ویژگی ها و کاربردهای هر کدوم میگم که اصلا MySQL، MariaDB و SQLite چه فرقی اصلا با هم میکنن و چرا اصلا عرضه شدن. بهتون کامل میگم، اصلا نگران نباشید. فقط اینم بهتون بگم که شما وقتی پنل رو به صورت دیفالت نصب میکنید روی دیتابیس SQLite هستش. اینجا پایین شما میتونید این بالا اسکریپت عادیش هستش، این پایین اسکریپت متناسب با اون دیتابیسی که میخواید هست. مثلا میتونید روی MySQL که بذارید این انتها بذارید من بزرگ کنم ببینید. این انتها اگه شما نگاه کنید نوشته دیتابیس MySQL که اگه من بذارم روی SQLite مثل اسکریپت بالا هیچ ننوشته و اگه بذارم روی MariaDB این انتها نوشته دیتابیس MariaDB که شما میتونید هر کدوم رو دوست داشتین نصب کنید. من اسکریپت اصلی یا همون عادی رو کپی میکنم، وارد ترمینال میشم. من یه سرور انتخاب کردم و وارد ترمینال شدم. خب دوستان وارد ترمینال سرورمون میشیم و من دستور apt update و apt upgrade رو میزنم تا سرورم کامل آپدیت بشه و بریم برای ادامه مراحل ویدیو. خب دوستان همونجوری که میبینید آپدیت سرور داره به پایان میرسه. من کات کردم این تیکره که وقت تلف نشه. الان آپدیت کامل تموم شد و میتونیم بریم ادامه مراحل رو با هم پیش ببریم. بریم اسکریپت مرزنشین رو با هم دیگه کپی میکنیم و داخل ترمینوس، من از ترمینوس استفاده میکنم، میتونید از برنامه‌های دیگه هم استفاده کنین. من اسکریپت رو اینجا پیست میکنم و اینتر رو میزنم. صبر میکنیم تا نصب بشه. آروم، اصلا اینجا باید صبر کنید تا داکر و باقی چیزایی که نیاز داره رو نصب کنه تا بتونیم به ادامه مراحل پنل برسیم. فقط بهتون یه چیزی رو بگم که شما اصلا ضرورتی نداره که از ترمینوس استفاده کنید. میتونید از برنامه پوتی، ترمینوس، بیتوایز و خیلی از برنامه دیگه حتی از خود ترمینال ویندوز 10 و 11 استفاده کنید یا CMD به راحتی پنل رو نصب کنید. اصلا ضرورتی نداره که حتما برنامه این نصب کنید. ولی خب من توی این برنامه‌ها راحت ترم. اینجا هم میبینید که داره یکی دانلود و نصب میکنه. و بله وقتی که این پیام براتون میاد تموم شده، یعنی یه نصب به پایان رسیده. خودش گفته، اصلا نیازی نیست که بلد باشید، خودش گفته که برای اینکه خروج بکنید کنترل C رو روی کیبورد نگه دارید و خروج میکنه. که اصلا خودش هم گفته پنل رو با IP سرور و پورت 8000 باید باز کنید. به همین سادگی من الان پنل رو باز کنم نیازمند یوزرنیم و پسوردم. حالا چجوری باید درست کنیم؟ داخل خود اینجا توضیح داده که ما چجوری ادمین بسازیم. اینجا من کپی میکنم، وارد برنامه میشم و پیست میکنم و از من یوزرنیم و پسورد میخواد. من به صورت دلخواه هر چی دوست داشتین بدین. من ادمین میدم، رمزم یه چیز ساده میذارم. فقط حواستون باشه پسورد رو به هیچ عنوان ترمینال نشون نمیده. شما دارید تایپ میکنید ولی نشون نمیده. و یه بار دیگه رمز رو تکرار میکنیم. اشتباه دادم ببخشید. و الان درست شد. خودش گفت ادمین به راحتی ساخته شد. وارد اینجا میشیم. من IP سرورم رو کپی میکنم
خودش گفته بود پورتشو 8000 بزنید و حواستون هم باشه بعد از اون باید یه اسلش بزنید بعد از پورت و کلمه داشبورد رو تایپ کنید. خب وقتی که آی پی رو زدیم با پورت 8000 و اسلش داشبورد، اینجا میاد یوزرنیم و پسوردی که میخواین میذاریم. من یوزرنیم رو گذاشتم ادمین، یه پسورد دلخواه واسش گذاشتم و لاگین رو میذاریم وارد پنل میشه. به همین راحتی اینجا میتونید سیو کنید یوزرنیم و پسوردتون رو. خب به مرزنشین خوش آمدید. اینجا سمت چپ داشبوردتونه که صفحه هوم، یوزر، سرویس، نود، هاست، ادمین و ستینگتون رو نشون میده که اینجا شما میتونید وارد گیت هابشون بشید. اینجا میتونید چیزایی که میخواید رو سرچ کنید، راحت پیدا کنید و از همه مهمتر این صفحه ترافیکتون رو نشون میده. شما هر چقدر که شما و کاربرات مصرف کنن از سرورهایی که ساختین، اینجا بهتون نشون میده که توی فلان تاریخ و فلان ساعت چقدر مصرف کردید. و یکی از ویژگی‌های خیلی جذاب مرزنشین که خودم به شخص خیلی دوستش دارم اینه که شما اینجا میتونید زبونش رو به چند تا زبون انگلیسی و زبون‌های مختلف و کردی و روسی و حتی فارسی انتخاب کنید که اینجا دیدین خانه شد و مثلا کسایی که یه بخشای مشکل دارن میتونن به راحتی استفاده کنن و حتی میتونیم تم هم به صورت دارک بذاریم که اینجا هم ورژن برنامه رو دارید میبینید. گفتم 065 عرضه شده که ما دقیقاً روی 065 هستیم که من توی ویدیوهای بعدی کامل بهتون طریقه گرفتن SSL و ساخت کانفیگ و باقی چیزای مرزنشین رو بهتون کامل یاد میدم. اصلا نگران نباشید. خوشحالم که تا اینجای ویدیو کنارم بودین، همراهی کردین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.